یاد کنم و از کدام رنج شما بگویم. هر قدر بگویم کم گفتم. صفحه های کاغذ توان ندارد که این همه رنج شما را به تحریر در بیارد. دست من، زبان من، توان گویای آن همه استبداد و ظلم که بر شما روا داشته شد ندارد که بیان کنم. اما ما توکل به خداوند داریم و یقین داریم که خداوند غفار است، کریم است، رحیم است، ولی قهارم است و جبارم است. چوب خدا صدا ندارد، وقت که زد دوا ندارد. یقین دارم که این شب ظلمانی و صبح روشن انشالله مبدل خواهد گشت. هموطنان عزیز، بیننده های ارجمند، خرسند هستم که اینک باز هم با برنامه پیوند در خدمت شما قرار دارم و خوشبختانه باز هم آقای مشتاق احمد کریم نوری، ژورنالیست بسیار به نام کشور و مسئول و سخنگوی بنیاد جهانی ژورنالیستان افغانستان در کنار خود در استودیو دارم که راجع به روز زن و 8 مارچ سوالای از ایشان خواهیم داشت. توجه شما را جلب می نمایم. یک بار دیگه از تشریف آوری شما اظهار امتنان می نمایم و خرسند هستم که در اطار یک روز مهم شما را در کنار خود دارم. بسیار تشکر خانم کاظم، مهربانی کردید. من هم سلام و حرمت بی پایان خود خدمت هموطنان عزیز تقدیم می کنم و با حمد و ثنا بر تو کنم کردگار. جان و جهان است به تو اختیار، باز کنم ناله در این انجمن. هست در این ناله من صد سخن، ناله من ناله آن مردمان. در غم جایند و لباسند و نان ندارن که بخون تر کنن. خانه ندارن که شب سر کنن. خانه چون نیست خیمه به صحرا زنن. غجدی خود بر لب دریا زنن. خانه به دوشیست همه پیشهش، نان و لباس است در اندیشهش. ناله کنم تا که خروش آورم، دیده و دل غرق به جوش آورم. ناله کنم تا که خروش آورم، این دل سنگی تو به جوش آورم. ناله من ناله شیدایی است، عفن ما لهجه صحرایی است. شعر اخیره که انتخاب کرده بودم از مرحوم عبدالرحیم شیدا بود که وکیلی بود از شهر میمنه که اونا در دهه قانون اساسی اما گفتارشان همیشه در پارلمان وقت افغانستان به شعر تقدیم میکردن. بسیار عالی بود، واقعا بسیار مطابق امی برنامه بود. ببخشید شما در مورد 8 مارچ که 8 مارچ چگونه و از کجا آغاز شد، امی روز جهانی زن، اگر در امی هسته ازی که با کجا گذاشته شد و از کجا ای نشأت کرد، اگر توضیح بتین یک کم فشرده. بسیار تشکر. اصلا مفکوری روز بین المللی زن و یا به قول ظریف روز بین المللی سیاست یا سیاستها انگیزش در سال 1908 در نیویورک، یعنی همون شهر پرهیاهویی که من زندگی میکنم، از اموجه نشأت کرد و در اوجه برای اولین بار خیاطان شهر نیویورک به اعتصاب و تظاهرات پرداختند و دلیلش هم هی بود که چرا اجوری کار ما در مقابل مردها ناچیز است و نظیر از این باز پیشنهادات دیگری هم داشتن. فرضاً اوقات کارشان باید به شکل فول تایم یا کار مکمل
باید از 8 ساعت الی 9 ساعت باشه و به همین ترتیب ای در سال 1908 مفکوره مطرح شد و تا سال 1910 میلادی به اصطلاح این موضوع دنبال شد و بالاخره در امو سال 1910 به رسمیت شناخته شد و بالاخره در سال 1913 به اصطلاح جهان شمول شد و بعد از او تقریبا در اقصای نقاط دنیا تجلیل میشه. و ایره خانمای یک دست از خانمای کارگر گفتین که اینا با گونه مظاهره ادعای خود گفتن یا که تنها با مو کمپانی که اینا کار میکردن؟ من خدمت شما عرض کردم که وقتی که اینا تظاهرات کردن در مقابلش پیشنهادات داشتن، فرضاً میگفتن چرا مردها به اصطلاح از سر و بر کار هم میزنن ولی حضوری کار از اونها در نسبت به ما زیادتر است و یک وقت هم به نام گویا وقفی نان چاشت و یا کافی بریک و این چیزا سپری میکنن ولی ما که به اصطلاح سر ما هم از کار بلند نمیشه و از بام تا شام کار میکنیم ولی با آن هم اجوری ما باز هم در بدل یا در مقابل معاش مردها کم است و همین خودش باعث شد که اونا این مظاهرات برا بیندازن، پیشنهادات داشته باشن و بالاخره پیشنهادات کنن که اتحادیه هایی داشته باشن و همین مقاومت اینها در 2 سالی که اینها مقاومت کردن و هیئت مظاهرات برپا شد بالاخره این موضوع مطرح شد و بالاخره جهان شمول شد. پس به این نتیجه میرسیم که اما قسمی که در برنامه قبلی گفتم تا جدا هستیم انگشتان افگاریم مشت اگر گردیم از آن دندان ها خواهد شکست. اگر ما هم این سوال به خاطر از این مطرح ساختم از شما جناب نوری که اگر ما خانما با هم همین قسم اتحاد کنیم و در هر گوشه که هستیم یقین کامل دارم که همه خانمایی که یا همه هموطنان عزیزی که در هر گوشه و کنار دنیا پراکنده هستیم اینا آرزو دارن که یک روز کشورشان آرام شود و از این سوختن و درد و رنج خانما رنج میبرن ولی این فایده نداره که ما هر کدام ما به خانه خود بشینیم با آل از اونا اشک بریزیم. باور کنین اول خودم که وقت به صفحات تلویزیون ها کودکان میبینم که اشکشان جاری است، به خصوص یک بچه 10 ساله است یا 12 ساله است که او آنقدر مایوسانه اشک ریخته حتما پدرش یا فامیلش از دستش رفته به اثر این راکت ها و این بام ها که ما ناتوان میشم باور کنیم و این درد دوام نمیکنه. چی بهتر که همین گفته شما که خودش یک پیام است که ما هم از این استفاده کنیم و 8 مارچ برای خود تجلیل کنیم و همه اجتماعات تشکیل بدیم و همین 8 مارچ بهانه بگیریم و به خاطر زنان کشور خود، زنان ما در مجموع چی در داخل هستند چی در کشور هستند با گونه های مختلف پریشانی های مختلف دارند و امیر ما متحدانه میتونیم که با هم حل بکنیم. از شما تشکر میکنیم. در جهانی که ما امروز زندگی میکنیم در رأس مثلا